سلام دور بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو من. اینجا قلعه علموته که یکی از معروفترین قلعه‌های تاریخی ایرانه. این قلعه با نام اسماعیلیان و حسن صباح شناخته شده که اینجا خود قلعه است. اینم کولم بچه‌ها که توش خوراکی و همه چی گذاشتم و بزن بریم که قلعه رو فتح کنیم. خیلی سخته بچه‌ها. حسن صباح این قلعه رو در سال 1090 میلادی با نام اسماعیلیان بنا کرد و شناخته شد. اینجا کوره بوده که فکر کنم توش کاشی اینا درست میکردن. کاشی و حالا چیزای دیگه درست میکردن. اینجا دروازه ورودی قلعه است که میخوره داخل خود قلعه. از اینجا یعنی مردم قدیم میرفتن و میومدن. چقدر خوشگله. فکر کنم درش جدیده ها. وای بچه ها چقدر خوشگله از این بالا. آخ دستم خورده اینجا. همه جا معلومه. این دیوار بوده که خراب شده. از اینجا آب برمی داشتن که الان خراب شده. استبل اسباشون بوده. چیزی که برام جالب بود دور و بر اینجا پرتگاهه و اینطوری از نظر موقعیت دفاعی براشون خیلی خوب بوده و 170 سال دستشون بوده. بعد از اون مغولا حمله کردن و اینجا رو تصرف کردن. جای خیلی قشنگه، منظرش خیلی قشنگه، یعنی دور و برش کلا پرتگاهه و اصلا دشمن نمیتونسته به اینجا حمله کنه و اینطوری خیلی خوب بوده براشون. خیلی گرمه بچه‌ها، واقعا پختم، چیکار کنم؟ وای چطوری برم پایین؟ این همه رو باید بریم پایین. وای چه پرنده قشنگ. اینجا روستای گاذرخانه که از اون جادش میای بالا. ماهی داره داخلشون. چیه؟ قورباغه است بچه‌ها، قورباغه داره. واقعا پیشنهاد میکنم بیاد. فقط زنبور خیلی داره، یعنی هر طرف میری زنبوره و من از زنبور خیلی میترسم، ولی خیلی جای قشنگیه. دوست دارم سوار قایق شم ولی قایقا رو بستن. خرچنگ بچه‌ها، خرچنگ داره، نگاه کنید. خرچنگی بیا بیا بیا، نرو. رفت قایم شد.